Ali 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 برگزار می شود آغاز می کنیم. انشاءالله در ادامه از برنامه‌های بسیار متنوعی شما عزیزان بهره‌مند خواهید شد. جا داره قبل از اینکه از قالی محترم دعوت کنم امروز رو گرامی بداریم که روز شهادت بسیاری از انسان‌های فریخته و مؤمن و بزرگانی است که در آغاز جنگ 12 روزه در سال گذشته به شهادت رسیدند. سرداران بزرگ نظامی و دانشمندان بزرگ هسته‌ای که انشاءالله ثمره خون این شهیدان پیروزی امت اسلامی و انشاءالله به زودی زود نماز خوندن همه ما و همه مؤمنین و مؤمنات در قدس باشد با ذلت و نابودی صهیونیسم و یهود. این نشست علمی از دو جهت دارای اهمیت هست. یکی اینکه در مورد قدیر هست. قدیر ناموس شیعه است. قدیر بزرگترین سد در برابر سقیفه است. قدیر موضوعی است که خدای متعال به اون توجه داشته و خداوند در این روز امام رو برای ما منصوب کرده و معرفی کرده و به رسول خدا دستور داده تا به ما معرفی بشود و از طرف دیگر تبیین اندیشه های یک شخصیت بی‌نظیر در دوران معاصر هست. یک صلوات خط بفرمایید. و محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که اندیشه های ایشون همونطوری که بسیاری از اندیشمندان اشاره کردن در حجاب معاصرت از دید ما مخفول مونده و انشاءالله با چنین نشست‌هایی نور این اندیشه های رهبر شهید که بسیار حکیمانه هست منتشر خواهد شد و انشاءالله راهگشا خواهد بود برای ما در ادامه. حضور همه شما بزرگواران و عزیزان را خیلی مقدم عرض می‌کنیم. به ویژه ریاست مکرم مجتمع عالی قرآن و حدیث قرآن پژوه برتر خادم قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی که قبول زحمت کردند و در این نشست علمی و سمینار فرهنگی که با همت طلاب عزیز و ولایی هند برگزار شده حضور پیدا کردند. انشاءالله برنامه را آغاز خواهیم کرد با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با تلاوت برادر عزیز حجت الاسلام المسلمین جناب آقای فیض الحسن. یک صلوات خواهیم بفرمایید. بعد دیگر صلوات سلام بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. आज की नमाज से तिलावत थोड़ा सा मौजूदी है या मामूल से हटके है कि इस आयत से उस आयत पे जाना तो आप हैरान नहीं होगा किसी पहले बताया एक सवाल हो सकता है اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم
جناب آقای فیضون حسن که تلاوت موضوعی انجام دادن. حالا باید این نوع تلاوت رو خدمت اساتید عرضه کنم، سبک جدیدی که ایشون خوندن عرض شما برسونم. برای اینکه بتونیم از وقت نهایت استفاده رو بکنیم، ایشالا چند دقیقه در خدمت برادر عزیز آقای درستی سوال عباس نقوی هستیم که چند دقیقه رو راجع به تشکل مؤسسه اهل بیت علیهم السلام و خدماتی که داره توضیحاتی بدن. لازم به ذکر که این جلسه با همت این برادر عزیز و تشکل اهل بیت علیهم السلام برگزار شده، لذا جا داره چند دقیقه کوتاه رو انشاءالله با خدمات بیشتری تشکل آشنا بشیم با ذکر یک صلوات و محبت با آل محمد. یه صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. صلوات. بباشد چون زبان جلسه فارسی هست و دوستان حاضر اردو زبان هستن، ملی بنده همین فارسی یه توضیحاتی عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحکیم، بسم الله الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث. برادران عزیز، آیه‌ای که خدمت شما عزیزان تلاوت کردن، در این آیه کریمه به ما آموخته می شود، این آیه کریمه به ما می آموزد که شکرگزاری نباید تنها در خلوت دل بماند، بلکه باید در کلام و رفتار و گفتار ما جاری شود. و کدام نعمت بالاتر و بالاتر از نعمت قدیر که در آن حقیقت بندگی تجلی یافت و دین حق جامعه کمال به تن کرد. نعمت قدیر تجلی کمال دین و اتمام نعمت الهی بر بندگان است. خدای مهربانم، سپاس تو را که در تلاطم راه‌های بی سرانجام ما را در پناه قدیر نشاندی. خدایا شکرت که شناسنامه جان ما را با مهر ولایت علی ممهور کردی تا در بیراهای زمین گم نشویم. الهی به خاطر نعمت بی‌بدیل ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام، صلی علی محمد و آل محمد، هزاران بار تو را شاکریم. ما را بر عهد اطاعت و پیروی از نعمت هدایت و رهبری همیشه استوار بدار. اکنون ما جمع شده ایم که این نعمت بزرگ، نعمت ولایت و نعمت قدیر را در اندیشه رهبر شهیدمان بنگریم و در ترویج آن گام برداریم. در اندیشه رهبر شهید امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه قدیر نه یک رویداد تاریخی است، بلکه قدیر یک منظومه کامل فکری و سیاسی است که خط مشی انبیا را تا ظهور حضرت مهدی ادامه می دهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ایشان قدیر را به عنوان یک سیستم فکری می شناسند که اسلام ناب محمدی را از تحریف حفظ می کند. در نگاه ایشان قدیر جریان زنده و همیشگی است و قدیر فقط یک روز نیست، بلکه یک جهتگیری است
قدیر یک مکتب و نظام فکری معین است که بشر را از سقوط در دره‌های ظلمتزای مادی گرایی نجات می‌دهد. رهبر شهیدمان قدیر را حلقه اتصال نبوت و امامت و ضامن بقای رسالت می‌دانند. در منظومه فکری رهبر شهید امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه ولایت فقیه تداوم امامت و ادامه ولایت قدیر است. ایشان می‌فرمایند که مسئله قدیر اساساً با مسئله حاکمیت الهی گره خورده است. انواع و اقسام حکومت‌ها را دنیا بشر تجربه کرده است، ولی اسلام این حکومت‌ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. اسلام در منظومه فکری ایشان امامت را قبول دارد. از این منظر نظریه ولایت فقیه ادامه منطقی و عینی همان ولایت منسوب از سوی خدا در مسیر قدیر است که وظیفه هدایت جامعه را در عصر غیبت بر عهده دارد و این مهمترین بخش اندیشه فکری رهبر شهیدمان است. در این خصوص بنده به همین چند کلمات بسنده می کنم و انشاءالله از بیانات اساتید محترم بهره مند می شویم. و اما چند کلمه در مورد مؤسسه فرهنگی اهل بیت علیهم السلام که افتخار برگزاری این سمینار را دارد عرض می کنم. وقت زیادی نیست، من مختصرا عرض می کنم. مؤسسه فرهنگی اهل بیت علیهم السلام در سال 1386 سال انسجام اسلامی با لبیک گفتن بر فرمایش حضرت مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه صلوات و بر اللهم صل علی محمد و آل محمد مبنی بر انسجام اسلامی جهت تحقق بخشیدن انسجام مسلمین در هندوستان تأسیس شد و از آن پس تا کنون گام‌های زیادی در این راستا برداشته است که برخی از آنها را جهت اطلاع عرض می‌کنم. یک اولین در کاری که این مؤسسه انجام داده بود این برگزاری حمایش انسجام اسلامی از منظر قرآن و شیوه‌های تحقق آن در هندوستان بود. مؤسسه فرهنگی اهل بیت در بدو تأسیس خرداد 1387 شمسی حمایش بزرگ انسجام اسلامی از منظر قرآن و شیوه‌های تحقق آن در هندوستان برگزار کرد و این حمایش در تالار قدس مجتمع آموزش عالی امام خمینی با حضور شخصیت برجسته ایران و هند برگزار شد. بعد از برگزاری حمایش انسجام اسلامی اینکه برای ما خیلی افتخار بزرگی بود که دیدار رهبر شهید به همراه مهمانان هندی آن حمایش به ما اعضای مؤسسه فرهنگی اهل بیت قسمت شد که افتخار بزرگی برای ماست که همیشه بر این افتخار می‌بالیم که ما رفتیم و از نزدیک دستان ایشان را بوسه زدیم. فعالیت دیگر این مؤسسه دو تا نشریه را چاپ کرد. یک نشریه به نام شعاع وحدت بود که ویژه نامه بود این برای هفته وحدت و یک نشریه فصلنامه پیام اهل بیت. البته این هر دو تا نشریه فعلا متوقف هستند. بعد از اون مؤسسه فرهنگی اهل بیت در هندوستان به طور گسترده برنامه‌های دهه کرامت را راه اندازی کرد. از سال 1391 با همکاری آستان قدس رضوی برنامه‌های ویژه دهه کرامت را راه انداخت مؤسسه و ضمن آن برنامه‌های مختلف و متنوعی علمی و فرهنگی همچون حمایش خورشید ولایت. حمایش خورشید ولایت در هندوستان الان تقریباً 15 سال هست که 9 مرتبه در شهر لکنو و شهرهای مختلف هندوستان برگزار شد با شخصیت‌های برجسته از هندوستان، علمای شیعه و اهل سنت و حتی رهبران هندوها را هم ما اونجا ادیان مختلف دیگر را هم دعوت کردیم و از اینجا خادمان امام رضا علیه السلام و مبلغین از آستان قدس رضوی در این برنامه حضور پیدا می‌کنند.
جشنهای زیر سایه خورشید، جشنهای خورشید ولایت در هندوستان، در شهرهای مختلف هندوستان برگزار شد و تقریبا در 40 تا شهر و حدود بیش از 100 تا برنامه تاکنون در این 15 سال برگزار کردیم. در این برنامه ها ما در ده کرامت تجلیل از خادمان امام رضا علیه السلام و تجلیل از نخبگان علمی و فرهنگی در هندوستان در این برنامه ها برگزار میشه. یکی از برنامه‌ای که از ما جهت دادیم این خب ده کرامت در هندوستان را که اینا را علمی و فرهنگی برگزار کردیم و خواستیم که جهت گسترش فرهنگ رضوی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی هم این برنامه را ما بردیم و سمینارهای مختلفی به سبک زندگی رضوی برگزار کردیم. سمینارهای سبک زندگی رضوی را در هندوستان ما تاکنون در 4 تا مرکز علمی بزرگ برگزار کردیم به عناوین و موضوعهای مختلف. دانشگاه لکنو که رئیس خود دانشگاه در این حضور داشت و دانشگاه علیگرد ما این برنامه را برگزار کردیم و الحمدلله دانشگاه خواجه معین الدین چشتی دانشگاه فارسی و عربی هست و تالار سالارجنگ حیدرآباد و مدرسه فیض الاسلام بنگلور. این سمینارها خیلی الحمدلله پر استقبال بود. در سمینار ببخشید وقت زیاد داره میشه خیلی زود چیز میکنم انشالله خب چند دقیقه تمام میکنم. در انشالله عرض میکنم که سمیناری که یک برگزار کردیم در بنگلور مخصوص به خواهران بود. ما قبلا از ETV که در هندوستان معروف ترین شبکه هست به اونا عرض کردیم که آقا شما بیایید، از ما پول خواستن خیلی یه مبلغ بالایی. گفتم آقا ما اینقدر بودجه نداریم نمیتونه. ولی وقتی که این برنامه برگزار شد که مخصوص به خواهران بود و خواهران دانشجو، اینا اومدن خودشون اون برنامه را پوشیدگی کردن و از ما مبلغی نخواستن. حتی در اخبار اصلی همین برنامه ما را اونجا اینا پوشیدگی کردن و پخش کردن. غیر از این ما تجلیل از و تقدیر و تشویق از دانشجویان آزمون‌های ارشد در هندوستان که برگزار می شود که ما به زبان خودمون ISPCS یعنی در این سطح بالا کسانی که ممتاز میشن اونا را در دهلی ما تشویق کردیم و با هدایا و انعامات. غیر از این ما در این ده کرامت ما عیادت از بیماران در بیمارستان ها که یه پر استقبال ترین برنامه بود که در بیمارستان ها حضور پیدا کردیم و اونجا با خادمان امام رضا علیه السلام سبد میوه به بیماران هدیه میکنیم. غیر از اون چاپ توزیع محصولات اینا هست که همین بسنده میکنم. و اما با پیروی از حدیث من لم یشکری المخلوق لم یشکری الخالق، به معنای کسی که شکرگزار مخلوق نباشد شکرگزار خالق نیز نخواهد بود. از ریاست محترم مجتمع عالی قرآن و حدیث استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی و استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی و معاونت محترم فرهنگی تربیتی مجتمع قرآن و حدیث و کارکنان و پرسنل های محترم و رئیس محترم مؤسسه فرهنگی اهل بیت آقای سید شمشاد علی رضوی و حجت الاسلام و المسلمین میرزا علی اکبر کربلایی و دیگر اراکین محترم این مؤسسه آقای سید فتح محمد، آقای سید شکیل عباس، آقای علی یعقوبی در برگزاری این سمینار ما را یاری فرمودند تشکر میکنم. در آخر چند کلمه به پیشگاه رهبر شهید رضوان الله تعالی علیه که عزیزتر از جانمان بود عرض میکنم. رهبرا، اکنون که شما از میان ما رفتید و به ملکوت اعلی سفر کرده ای و دنیا از وجود شما محروم شده است، برای ما داغی است جانکاه و دلسوز و غیر قابل تحمل
ولی خداوند متعال را شاکریم که بعد از سفر علی به ملکوت اعلی بر همه ما عاشقان ولایت منت نهاده و نعمت دیگر بزرگی همچون خودتان به شکل مجتبی زمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدد الله العالی اللهم صل علی محمد و آل محمد را به ما عطا فرموده و ما اراکین مؤسسه فرهنگی اهل بیت از همین جا بیعت خودمان را به ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدد الله العالی صلوات دیگر برایشان بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعلام نموده و بر دستان مبارکشان بوسه می نهیم و سایهشان بر سر ما مستدام و پایدار باد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل ماشاءالله پیگیر هستند برایشون و همه بزرگواران آرزوی توفیق مداوم داریم. خدا رحمت کنه یکی از عرفای زمان ما حضرت آیت الله سعادت پرور که انسان عارف و واصل بزرگی بودند. یکی از شاگردان ایشون نقل می‌کرد، بنده از شاگردشون شنیدم سالها پیش که امام شهید به قم سفر رسمی داشتند، این عارف بزرگ فرموده بودند اگر مردم می‌دانستند در استقبال از رهبر چه برکتی است، هیچ کس در خانه نمی ماند، همه می آمدن در خیابانها برای استقبال. یکی از اتفاقات بسیار مهمی که پیش رو داریم مراسم تشییع بدن مطهر امام شهید و رهبر بزرگمون هست، مرجع تقلیدمون نائب امام عصر علیه السلام، که قطعا یک نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تاریخ محبین اهل بیت علیهم السلام خواهد بود و ما هم باید هم آماده باشیم و از خداوند طلب کنیم که بتوانیم انشاءالله در این مراسم بزرگ هم حضور داشته باشیم و هم هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا از برکات و دعاهای امام شهیدمون انشاءالله بیشتر بهره‌مند بشویم. برای اینکه وقت مدیریت بشه یک مقداری برنامه رو فشرده تر میکنیم. از عزیزانی هم که دعوت میشن خواهش میکنیم اون وقتی رو که بهشون اعلام شده لحاظ بفرمایند. در ادامه انشالله بهره‌مند خواهیم شد از بیانات رئیس محترم مؤسسه فرهنگی اهل بیت هند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای شمشیر علی رضوی به مدت 10 دقیقه با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. तमाम मुअज़्ज़ज़ असातीज़ की खिदमत में हदिया सलाम और अदब पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, ला सियमा बक़ियतिल्लाह फिल आलमीन, रूही लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम, अल-यौम यअसल लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम। ज़्यादा आवाज़ात का वक्त नहीं लूँगा इसलिए कि वक्त महदूद है और जो फ़ाल उस्ताद और सरज़मीन क़ुम के मशहूर उस्ताद यहाँ पे तशरीफ़ फरमा उनसे हम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। बस तबरुकन चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत है, आप हज़रात बख़ूबी इससे वाक़िफ़ हैं चूँकि अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। सूरह माइदा की आयत है। खुदावंद आलम इसमें इरशाद फरमा रहा है कि आज के दिन यानी गदीर के दिन, रोज़े गदीर, जिस दिन
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि ने बहुक्म खुदाबंद आलम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की वलायत और इमामत का ऐलान किया। उस दिन कुफ़ार नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए। बेसत रसूल बहुत ही अहम है, इसमें कोई शक नहीं। फ़तह मक्का भी बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। जो जंगें हुई इस्लाम की, उसमें जो कामयाबी मिली उसमें वो भी बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन अय्याम में नहीं कहा गया, खुदा ने नहीं कहा कि आज के दिन कुफ़ार नाउम्मीद हो गए, बल्कि आज के दिन कहा खुदावंद आलम ने, जिस दिन मौलाए कायनात की विलायत का और इमामत का ऐलान हुआ। इस आयत में या रोज़ गदीर की 4 खुसूसियतें बयान की गई हैं। ईद गदीर में 4 खुसूसियतें हैं। पहली खुसूसियत कुफ़ार का मायूस होना, दूसरी इकमाल दीन, तीसरी इतमाम नेमत, और चौथी खुसूसियत यह है कि आज के दिन खुदावंद आलम ने इस्लाम को बउनवान दीन और पसंदीदा मज़हब करार दिया। ये 4 खुसूसियतें किसी दिन में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ ईद गदीर में पाई जाती है। जबकि बहुत से अय्याम जो हैं बहुत ही मुहिम हैं इस्लामी हवाले से और तारीख़ इस्लाम के हवाले से। हत्ता हज्जतुल वदा जो रसूल ने किया, उस दिन में ये खुसूसियत नहीं पाई जाती है। क्यों? इसलिए कि हज्जतुल वदा इस्लाम का एक जुज़ है, पूरा इस्लाम नहीं है। लेकिन गदीर ऐन इस्लाम है, पूरा इस्लाम है, कामिल इस्लाम है। तो ये ईद गदीर की खुसूसियत है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज के दिन यानी रोज़े गदीर, ईद गदीर, जिस दिन रसूल अकरम ने खुदा के हुक्म से मौलाए कायनात की विलायत और इमामत का ऐलान किया, आज के दिन कुफ़ार नाउम्मीद क्यों हो गए, मायूस क्यों हो गए? तमाम कुफ़ार, बाज़ कुफ़ार नहीं। इसके पहले जो तारीख़ें थी वहाँ मिलता कि सब कुफ़ार मायूस नहीं हुए थे, लेकिन आज के दिन कफरू, तमाम कुफ्र अख्तियार करने वाले उस्ताद मौजूद हैं, बेहतर जानते हैं, कुरान हदीस के मसूल भी हैं, वो रहनुमाई करेंगे इस हवाले से। तमाम कुफ़ार, बाज़ नहीं, वो सब के सब नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए। तो इस दिन की ये खुसूसियत है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्यों नाउम्मीद हो गए। बस इसी हवाले से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, चूँकि शुरू में अर्ज़ किया कि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त महदूद है। क्यों नाउम्मीद हो गए? देखिए, रसूल अकरम ने 12 ऐलान किया था कि नबूवत मुझ पर ख़त्म हो जाएगी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मुझ पर नबूवत ख़त्म हो जाएगी। कुफ़ार ये समझ रहे थे कि हादी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, रहबरी का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद कोई मुहाफिज नहीं रहेगा इस्लाम का, इस्लाम का कोई हाकिम नहीं रहेगा। तो जो दिल चाहेगा हम करेंगे, और इस्लाम को नाबूद कर देंगे, इस्लाम को बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब कुफ़ार ने गदीर के मैदान में देखा कि रसूल अकरम ने बहुक्म खुदा मौलाए कायनात की हाकिमियत का ऐलान किया, मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया, मौलाए कायनात की इमामत का ऐलान किया, तो इस दिन कुफ़ार व मुशरिकीन नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए। इसी बिना पे कि उन्होंने देखा कि रसूल ऐसी नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक मुहाफिज का इंतज़ाम करके जा रहे हैं, एक इमाम का इंतज़ाम करके जा रहे हैं, एक वली का इंतज़ाम करके जा रहे हैं, एक इस्लामी हाकिम का इंतज़ाम करके जा रहे हैं, जो मुहाफिज होगा इस इस्लाम का, जो इस इस्लाम को बचाएगा और महफूज रखेगा। इसलिए कुफ़ार व मुशरिकीन नाउम्मीद हो गए, और यह सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। यानी इमामत का सिलसिला, रहबरियत का सिलसिला, इमामत का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इस बिना पे वो नाउम्मीद हो गए कि मुहाफिज मौजूद रहेगा क़यामत तक के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको नाबूद नहीं कर सकते हैं। तो एक अहम वजह यह है कुफ़ार के नाउम्मीद होने की। और इस बारे में रहबर इनक़लाब, रहबर शहीद, कायद शहीद ने 12 बताया इसके बारे में। मैंने उनकी गुफ्तगू का खुलासा आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है, बैन अल्फाज तो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इस बारे 12 उन्होंने कहा, चूँकि इस्लामी हुकूमत का दरवाक़े ऐलान हुआ था गदीर के मैदान में, हाकिमियत इस्लाम का ऐलान हुआ था, इस बिना पे कुफ़ार व मुशरिकीन नाउम्मीद हो गए। और दूसरी वजह जो है रहबर शहीद की नज़र में और कायद शहीद की नज़र में, जो गदीर के हवाले से आपने बताया है, इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, मख़सूसन बर्रे सग़ीर के मोमिनीन को इस पर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। वो ये है कि गदीर को हम खुलासा अर्ज़ कर रहे हैं, गदीर को हम शियत से महदूद न करें।
बल्कि गदीर एक ऐसा मसला है जो सिर्फ शियत से महदूद नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ तमाम दुनिया वालों से है, तमाम बशरियत से है, तमाम इंसानों से है। क्यों? इसलिए कि गदीर के मैदान में ठीक एक इस्लामी हाकिम का ऐलान हुआ, लेकिन ये इस्लामी हाकिम ऐसा हाकिम है जिसका ताल्लुक़ बशरियत से है, जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। क्यों? इसलिए कि अदल की हुकूमत कायम हुई गदीर के मैदान में। दर वाक़ आप देखिए तो दर हकीकत, और अदल का कौन कायल नहीं है? सब कायल हैं। पूरी दुनिया इस बात की ख्वाहिशमंद है कि इस दुनिया में अदालत की हुकूमत कायम हो, इंसाफ की हुकूमत कायम हो, और वो गदीर के ज़रिए से हो सकती थी। बग़ैर गदीर के इसका इम्कान नहीं था, मुमकिन नहीं था कि बग़ैर गदीर के, बग़ैर इमामत के, बग़ैर वलायत के दुनिया में अदालत कायम हो, इंसाफ कायम हो। तो गदीर सिर्फ एक इस्लामी मसला नहीं है, और गदीर सिर्फ एक शीई मसला नहीं है, और गदीर सिर्फ महदूद नहीं शीयों से, बल्कि गदीर का रब इंसानियत से है, बशरियत से है, सबसे है। इस बात की तरफ भी रहबर शहीद ने, कायद शहीद ने जा बजा इशारा किया है इस बात की तरफ। वक्त में गुंजाइश नहीं, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इसकी वजाहत की जा सकती थी। मुझे एक सलवात भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पे। इस बिना पे गदीर की अहमियत है। तो ये दो बातें रहबर शहीद की नज़र के हवाले से मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया। इंशाअल्लाह फिर कभी अर्ज़ करूँगा, क्योंकि दूसरे उस्ताद भी तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए हम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे दोनों अपने सरज़मीन क़ौम के फ़ाल और मशहूर असातीज़ से। बस आखिर में रहबर शहीद के हवाले से अपनी दिली कैफियत का इजहार इस बैत में कर रहा हूँ, इस बैत से इजहार कर रहा हूँ अपने जज्बात का, कि दर्द माज हिजर यूसुफ कमतर अज याकूब नीस ऊ पेसर गुम कर दे बून माँ पेदर गुम कर दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मुस्लिमीन। जनाब आقای شمشاد علی رضوی رئیس محترم مؤسسه فرنگی اهل بیت علیهم السلام در هند، یه صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب اولا عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو، ایام قدیر رو، و تشکر میکنم از مؤسسه محترم اهل بیت، مخصوصا جناب حجت الاسلام سید عباس نقوی، به قول هند پاکیان نقوی، بله نقوی میگن دیگه، بله. ما دو تا کلمه رو از پاکستان هند یاد گرفتیم، یکی نقوی رو بگم نقوی، یکی هم بگم بخت شکریا، بله. عرض کنم خدمتتون که و یاد میکنیم از امام شهیدمون و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، امسال جنگ تحمیلی سوم. من و با یاد این بزرگواران با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. من یه عید قدیر رو تو هند بودم، عید قدیر شاید 10 سال قبل بود، حیدرآباد هند اومدم شب عید قدیر صحبت کردم، یکشم توی دهلی، و عرض کنم که خاطرات خیلی خوبی دارم از این دو تا شهر و شهرهای دیگه هند، و عرض کنم که علاقه‌ای که مردم داشتن. حالا هم سعی میکنم صحبتم رو گفتن 20 دقیقه، اما من 15 دقیقه تمامش میکنم، برای اینکه بخوام بیشتر از محضر دانشمند محترم دوست گرامیمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زمانی بیشتر استفاده بکنیم. انشاءالله موضوع بحث منم تمدن آفرینی قدیره و دیدگاه های امام شهید در این رابطه. سعی میکنم خیلی مختصر مقدماتی رو بگذرونم. حالا تمدن رو تعریف کردن که یه ساختار پیچیده اجتماعی است که ارتباطات توش قویه، اینا رو میگذرم. فقط عرض میکنم که ویژگی هایی که برای تمدن برشمردن
جامعه شناسان و غیره میگن که تمدن اونیه که حکومت داشته باشه، دارا بودن عقاید مذهبی مثل تمدن نبوی در مدینه که شروع شد، دارا بودن قوانین و مقررات که عمدتاً تو سوره های مدنی اومد، دارا بودن وسایل ارتباط جمعی مثل خط که پیغمبر اسلام خیلی بحث سواد و خط و اینها رو تشویق میکردن، حتی میگفتن هر اسیری 10 نفر مسلمان را آموزش بده آزاد میکرد. دارا بودن دانش و مهارت و تقسیم کار، شهرسازی و معماری و هنرهای تجسمی. این 6 تا ویژگی رو برای تمدن گفتن. این مقدمه اول. حالا من میخوام عرض بکنم که در حقیقت این خطبه قدیر که 3 تا خطبه تو قدیر نقش شده، یه خطبه کوتاه، یه متوسط، یه مفصل، هر 3 تاش تو بهار اومده. به نظر میرسه اون متوسط و کوتاه خلاصه باشه، یعنی راوی خلاصه کرد. تو هر وقتی که به این خطبه مراجعه میکنیم این 6 تا عنصر تمدنی توی این خطبه قدیر روش تکیه شده که حالا نمونه هایش رو عرض میکنم، یه محورش رو مقدار مفصل تر عرض میکنم که در حقیقت روز قدیر روز تمدن آفرینی است و البته امروزه ما این تمدن جدید اسلامی که حالا انشالله بر اساس همین قدیر داره تو کشورهای اسلامی رشد میکنه در مقابل تمدن غربی قرار گرفته که حالا اینا عرض میکنم به عنوان سرفصل که اگه دوستان خواستن کار بکنن. تمدن غرب امروزه حداقل 5 تا ویژگی مهم خودشون براش میشمارن. 1 جنگ و کشتار، نمونه هاش رو در فلسطین میبینین، در غزه، در همین جنگ تحمیلی دوم و سوم ایران میبینین هزاران نفر رو به راحتی کودکان رو میکشن و عرض کنم خدمتتون که رهبران رو میکشن، بزرگان رو ترور میکنن. این ویژگی توی قبلا هم تو یمن بوده، تو ویتنام بوده، تو افغانستان بوده، تو عراق. پرونده غرب تو این زمینه خیلی برجسته است. دوم فقر ملت ها در اثر غارت منابع که الان تو آفریقا میبینیم. قبلا همین بلاها سر مردم شریف هندوستان اومد و اگر طبقه استعمار رو تو هندوستان ببینیم چه کشتارهایی، چه عرض کنم غارت منابع انگلیس ها داشتن و بعد فساد اخلاقی و جنسی. این ویژگی سوم تمدن غربه که امروزه اونقدر این فساد اخلاقی زیاد شده که خودشون آمار میدن، میگن 70% کودکان در اروپا و آمریکا پدر خودشون رو نمیشناسن. 70% آمار میدن. خب و در اثر همین قضیه فروپاشی خانواده که همین فروپاشی رو به نوعی دارن در تبلیغات رادیوشون، تلویزیونشون، فویت مجازی به شرق میخوان اینا تزریق بکنن. یعنی یکی از نقاط قوتش کشورهای شرقی همین تحکیم خانواده و خانواده محوری غربی یا برعکسن، همین رو میخوان به ما منتقل بکنن. و الحاد، یکی از مهمترین دستاوردهای تمدن غرب الحاد بود. ارجاعتون بدم آمار رو تو اینترنت ببینین، هم سازمان ملل آمار داده هم دیگران آمار دادن. درصد الحاد در کشورها، کسانی که هیچ دینی ندارن، حتی ادیان انحرافی یا ادیان باطل هم ندارن، اینها رو از 15% در کشورهای شرقی تا بعضی کشورهای غربی تا 70% ملحد دارن. خودشون آمار میدن که اصلا هیچ دینی ندارن. این یکی از دستاوردهای تمدن غرب بوده. خب حالا ما هم عرض بکنیم این 5-6 تا ویژگی که تو تمدن غرب هست، تو تمدن اسلامی که بر اساس قدیر پایه‌گذاری بشه، تمدن نوین اسلامی برعکس این عمل میکنه که حالا من برخی از اینهاشو سعی میکنم خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون. اگه یه صلوات بفرستین وارد اصل بحث بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و
ببینید اولین عنصر تمدن ساز در خطبه قدیر اگه دنبال بکنیم، تو خطبه قدیر حدود 54 آیه تقریبا صریح اومده، آیات غیر صریح هم داریم. 54 آیه تا اون شمارشی که ما کردیم که حداقل 4 موردش مربوط به خود قدیره دیگه، آیاتی که مقدمه قدیر نازل شد یا روز قدیر نازل شد. یعنی آیه شریفه اکمال الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم تا آخر سوره مائده آیه 3 که با آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا که سوره مائده آیه 55 روایات میگه که این دو تا آیه توی عرفه نازل شد. آیه ولایت شب عرفه، آیه اکمال روز عرفه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه ابلاغ نکردن، دنبال یه فرصتی بودن تا مثلا تو مدینه یا جای مناسب بفرمان که در نهایت در روز 18 ذوالحجه در قدیر آیه اومد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. بلغ ماضیه دیگه، اون چیزی که قبلا بهت نازل کرده بودیم ابلاغ بود. بعدم تهدید کرد عرض کنم و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینایی که عرض میکنم یه مقداری ممکنه بعضی دوستان اقوال دیگری هم دیده باشن در نزول آیه ولایت، مثلا آیه در مسجد الحرام نازل شده یا در مدینه نازل شده یا در عرفه نازل شده و عرض کنم که ولی اونی که عرض میکنم جنبندی خودم و بعضی از دوستانه. خب یا ایها الرسول بلغ اومد، سوره مائده آیه 67 و آیه اکمال آیه انما ولیکم الله در قدیر ابلاغ شد. یه آیه دیگه هم راجع به قدیر داریم، اگه کسی گفت یا آقای کریم پور ما آیه تو کریم پور جایزه هم شاید بدن. اگه گفتین آیه 4 که نازل شده در قدیر چیه؟ سأل سائلین، باریکالله سأل سائلین و خیلی ها گفتن دیگه نمیشه جایزه نمیشه، از جایزه شاید بذاریم که خدمت آقای نقوی بگیرن یا عمومی شد. عرض کنم که آیه سأل سائل، ببینید این آیاتی که اینجا نازل شده اصلا رفته به طرف ولایت و امامت و نسبش و ادامه و استمرار حکومت پیغمبر. در حقیقت این آیات رفته به طرف حکمرانی، استمرار حکومت نبوی با امامت امام علی علیه السلام. درست شد که گفتیم اولین رکن تمدن چیه؟ حکومت. همه گفتن. خب و ایجاد یه دولت نبوی در مدینه و اینکه اهل بیت ولایت و امامتشون ادامه است تا حدیث من کنت مولا فهذا علیون مولا. سرفصلا رو دارم میگم، سریع رد میشم. منتها تو این آیه یه نکته‌ای هست، این نکته رو بذار من اشاره‌ای بکنم و رد بشم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. من به بعضی دوستان گفتم این یئس رو من نفهمیده بودم که چطوری میشد با ولایت امیرالمومنین یئس بشه. توضیحاتی گفته شده. منتها من وقتی خوب این مطلب رو فهمیدم شب 19 ماه رمضان امسال رفته بودم برای عرض کنم که بیان رفتم برای شب قدر اصفهان، توی مجلس احیا بودم، آماده می شدن مردم برای مراسم احیا بنا بود منم قبلش صحبت بکنم. دیدم یه جوونی موبایلش آورد نشونی من داد، گفت ببین مجلس خبرگان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای را نصب کرده. من دیدم که به قدر این جوانها به من گفتن یالا اعلام بکن. گفتم من برم یه مقدمه‌ای بچینم، ویژگی‌های علمی، اخلاقی، اجتماعیشون رو بگم، بعدش مسئله رو اعلام بکنم. بعد اونقدر عجله داشتن و امید در دل مؤمنان ایجاد کرد این قصه که بعضی از اهل مجلس دیگه احیا رو وای نسادن، رفتن بیرون از این اجتماعات بود و فوری تشکیل شد و رفتن همونجا احیاشون رو برگزار کردن. بعضی مشتریای ما هم رفتن. خب و
عرض کنم از اون طرف افرادی مثل ترامپ و اروپا و آمریکا، اسرائیل و آمریکا ناامید شدن. خب یعنی ولایت و امامت امید میده به مؤمنان، ناامید میکنه دشمنان را. و این مطلب را امسال شب 19 به خوبی من متوجه شدم که این 10 شب مردم در التهاب و ناراحتی و کذا و کذا با 2 قدرت اتمی دنیا در حال جنگ، 8 کشور عربی رسما وارد جنگ، خب فقط اسمش رو نمی بردن و یه ملت قهرمانی تو کف خیابان ولی رهبر نداشت. وقتی رهبر مشخص شد امید آفریده شد، یأس دشمنان شد. خب این نقش عجیب رهبری است که در امامت معصوم در یه سطحی عالی، در ولایت فقیه توی سطح دیگه. خب این یک نکته و لذا این شکر داره و لذا فرمود اتممت علیکم نعمتی. به خوبی آقای نقوی اشاره کردن شکر نعمت داده خدا، لئن شکرتم لازیدنکم. درست شد؟ این روز قدیر روز شکره. خب من خیلی میخوام معطلتون نکنم، 2-3 دقیقه دیگه میخوام بحث رو تمام بکنم. بعد قسمت دوم خطبه قدیر یعنی آیات توحیدی مفصل پیغمبر راجع به توحید طبق این نقل صحبت میکنه که من دیگه آیات رو نمیخونم. یعنی اون زیر مجموعه مذهب و اسلام رو داره تقویت میکنه. قانونمندی جامعه را یا ایها الرسول یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، سوره نساء 59 یا آیه را مکرر میخونه، روش تاکید میکنه. مرزبندی با منافقان، مقررات اجتماعیش در قرآن اومده. بحث ارتباطات را که گفتیم یکی از ویژگی‌های تمدنه، اصلا خود ابلاغش در حجة الوداع، حاضران به غایبان برسونن، تشویق به علم و در قرآن در سنت پیغمبر. علیون باب عرض کنم که انا مدینة العلم و علیون بابها، اینا رو دیگه من میگذرم ازش. شهرسازی و بحث مدینه و اینها رو ازش میگذرم. آیات توحیدی رو من اینجا جمع کردم، آیات قدیر رو. حالا انشاءالله این پاورپوینت رو در اختیار قرار میدم. انصافا یه به قول شما یه عشره میگون ها، یه عشره بحث توش در میاد، پاکتاش مال شما، عرض کنم که ما هم شریک. خب و عجیب این مطالبی که در خطبه قدیر اومده، من دیگه آیات رو ازش میگذرم. فقط میخوام 1-2 تا کلام از رهبر شهید بخونم. اگه یه صلواتی هدیه کنین به روحش. ایشون حالا من این آدرسش هم آوردم که چه موقعی کجا فرمودن. عید قدیر عید الله الاکبر و از همه اعیاد بالاتر است. خب تکلیف امت اسلامی در زمینه هدایت و حکومت در حادثه قدیر معین شده است. این 2 تا صحبت 3695 15/9/88 مثلا بحث حکومت رو ایشون مطرح میکنه تو بحث قدیر. بعد جای دیگه روشن‌تر ببینید مسئله قدیر با این مضمون والا متعلق به همه مسلمانان است، چون به معنای حاکمیت عدل، حاکمیت فضیلت و حاکمیت ولایت الله است. 1-12-80 یعنی بحث رو بوده رو حاکمیت که اون ویژگی مهمه تمدن سازه. درست شد؟ عرض کنم خدمتتون که باز یه جمله دیگه چون توضیح هم نمیخواد اونقدر صریح و روشن از آقا صحبت کردن که اینا دیگه بشر انواع و اقسام حکومت ها را تجربه کرده، شرقیش غربیش. اسلام این حکومت ها، قدرتمندی ها و قدرتمداری ها را قبول ندارد، نه شرقش و نه غربش. امامت را قبول دارد و این قاعده اسلام است. قدیر این را بیان می کند، یعنی اومده اون قاعده اساسی که تمدن درست میکنه ادامه پیدا میکنه. جالب
جالب این است که تو بحثای قدیر، خطبه قدیر اون آخر خطبه برای اینکه امیدآفرینی بکنه و وصل بکنه تا آخر الزمان، یه بخش مشبهی از خطبه قدیر راجع به امام صلوات الله علیه، خیلی مفصل چند تا فقره راجع به امام زمان علیه السلام که بگید این مسئله تا آخر الزمان ادامه خواهد پیدا کرد ان شاء الله. من دیگه بیشتر از این مطالب زیادی از ایشون من آماده کرده بودم، عرض کنم که منتها یه جمله دیگه میخونم. در حقیقت، یعنی حقیقت نسب امیرالمومنین به عنوان امامت بعد از پیغمبر و مسئله پرداختن به حکومت و سیاست و امامت و اداره امت بعد از پیغمبر در مسئله قدیر وجود دارد. 27/7/93 حکومت، سیاست، امامت، همه اینها را ایشون هی میبرد رو بحث اساسی تمدن آفرینی که اشاره کردم. خب بسمون باشید، من بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم، چون عرض کنم خدمتتون که فقط یک نکته 1 دقیقه‌ای، خب یک نکته 1 دقیقه‌ای رو عرض میکنم و اون این که من پیشنهاد میکنم 2-3 تا پیشنهاد به طلاب هند میکنم در حد 1 دقیقه. یکی رشته تربیت مربی قرآن ما داریم اینجا که اتفاقا رئیسش هم یک نفر از دانشمندان و متخصصان هندیه، جناب آقای دکتر رضوی. عرض کنم رضوی اصیل ما بهش میگفتیم اون روزا. این رشته مال همه رشته هاست، 50-60 واحد اضافه داره. دوستان بخونن، بیان شرکت بکنن، استفاده بکنن. در عرض بقیه رشته ها هم میشه خونده، مثلا 2 تا تابستون بگذره، درست شد. ولی وقت مربی قرآن میشین، اونجا مکاتب قرآنی شما دارید، دارالقرآن ها خیلی فعاله و نیاز هست. تو هر رشته‌ای هستید، فلسفه، کلام، فقه، اصول، رشته های حدیث، رشته های قرآنی ما غیر از قرائات، همه میتونن شرکت کنن. این رو توصیه میکنم، خیلی مهمه. دوم، چون رفتم هم هند و پاک، دیدم که چقدر نیاز هست به این مسئله. خب نکته بعدی عرض کنم، امروز اون چیزی که مردم نیاز دارن توی این بحث بعد از جنگ تحمیلی سوم، 2 تا نیاز اساسی وجود داره. یکی تبیین شخصیت رهبر جدید، یعنی اینکه ایشون 17 سال درس خارج فرمودن، اینکه ایشون از لحاظ علمی در چه راستای مستوایی هستن، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ عرض کنم که شخصیت سیاسی اجتماعی. چی شد که مجلس خبرگان ایشون را بر بعضی از شخصیت‌های بزرگوار دیگری که مطرح بودند، ولی حتی بر بعضی از مراجع ترجیح دادن؟ این را به 80 تا مجتهد اونجا بودن دیگه، درست؟ بی حساب کتاب چه نگفتن. اینا من یه سخنرانی مفصل خودم دارم، حضرت آقای دکتر زمانی صحبتی داره، دیگران دارن. ویژگی‌های ایشون رو بشناسین، ترجمه بکنین، مخصوصا از فرصت محرم استفاده بکنین، برای طلبه ها، برای غیر طلبه ها مردم بیان بکنین، مخصوصا تو فضای مجازی به گوش دنیا برسونین. این یک. دوم، تو بحث جنگ حق و باطل که واقعا الان کل کفر در مقابل کل ایمان قرار گرفته، شما باید فعالتر از اینها باشید. یعنی واقعا مظلومیت ایران را که در مقابل 2 تا قدرت بین المللی اتمی قرار گرفت، با ایستاد محکم، مردم شهید دادن، به در حقیقت ایران به نیابت کل مسلمین در مقابل آمریکا ایستاد، که چون اینا می‌خواستن کل دنیای اسلام رو صریحا گفتن بعد ایران نوبتی پاکستان، نوبتی ترکیه است و نوبتی هند هم میرسه، تا اشاره میکنم. و لذا خوبه که دوستان تو این قضیه فعال باشن، پیروزی‌های جبهه حق را و مظلومیت جبهه حق را از طریق نمیدونم پوستر و کلیپ، موارد دیگه‌ای که بلدین، سخنرانی‌های کوتاه، اینا رو بیان بکنین. دنیا رو ما وظیفه داریم که به هر حال از حق را بشناسیم و بشناسانیم و دشمن و باطل را که امروزه رأس باطل آمریکا و
اسرائیل به دنیا بشناسونیم. و نکته آخر، من با توجه به عرض کنم که شناختی که از محیط هند دارم، خطر نفوذ صهیونیسم و اسرائیل را هم بشناسین بدون اینکه بخواید با دولت هند درگیر بشین، ولی بشناسین و این خطر را به گوش فرهیختگان، عرض کنم که سیاستمداران، دانشمندان برسونین. ببینید اگر امروز یهود و صهیونیست توی هند سرمایه گذاری میکنه، اینطور نیست که دلش به حال مردم هند سوخته باشه. اینا همون انگلیسیان قبلی ها، اصلا این مولود انگلستان اسرائیل دیگه. اینا همونایی هم که 200 سال هند رو تحت شکنجه قرار دادن، غارت کردن، میلیون ها انسان رو اونجا شهید کردن. اینا همون ادامه همونا. اگه مسلط بشن بر اقتصاد هند، بر عرض کنم که سیاست هند، بر مسائل این گونه‌ای، فرقی هم براشون نمیکنه مسلمان باشه و هندویی باشه، عرض کنم که و یا مذاهب دیگه، خیلی براشون فرق نمیکنه، شیعه سنی فرق نمیکنه. اینا دشمن بشریتن، میخوان همه جا رو مسلط بشن، هر جا رو مسلط بشن مثل غزهش میکنن، مثل سوریهش میکنن. دقت میکنی؟ و هیچ عرض کنم که ابایی هم از کشتار و چیز ندارن. یه نسل در حقیقت ورژن جدید انگلیسیای سابقن. اینا انگلیسیای سابق چقدر آدم میکشتن تو هند، الان این ورژن جدیدش. و لذا باید این خطر رو ما هم بشناسیم، هم بشناسانیم، بدونی که بخواید با عرض کنم دولت مرکزی درگیر بشین و بعضی سیاستمدارانی که احیانا هم غافل هستن، ولی بالاخره یه آگاهی عمومی نیاز هست که این خطر را تشخیص بدن و مراقب این خطر باشن. عرض کنم که من صحبتم تمام. انشاءالله که خداوند به ما و شما توفیق بده که بتونیم قدیر را بهتر بشناسیم، بهتر بشناسانیم. و یه دعا میکنم: اللهم اجل ولیک الفرج. خدایا ما را جزو جبهه حق، طرفدار جبهه حق، دشمن آمریکا و اسرائیل و استکبار جهانی قرار بده. ما و فرزندانمان را الی یوم القیامه شیعه علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش قرار بده. خدایا خدمتگزاران اسلام در هر لباسی، هر کشوری، خاص مقام عظمای ولایت مؤید و منصور بدار. این جلسات ذکر امیرالمؤمنین، آیات قرآن و روایات حتما ثواب داره. خدایا ثوابش برو به روح امام شهید عاید واصل بفرما. اللهم صل علی محمد. از بیانات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی همه ما استفاده کردیم. مجدد از استاد محترم تقدیر و تشکر میکنیم برای اینکه بتوانیم از وقت بیشترین بهره و استفاده رو ببریم. انشالله به استقبال استماع بیانات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر زمانی مشاور امور بین الملل مدیر حوزه‌های علمی ایران هم خواهیم رفت. از استاد محترم دعوت میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء رسول الله محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته.
تبریک عرض میکنم عید قدیر خم رو که در روزهای گذشته داشتیم و همچنان اشعه تابناک قدیر خم در این جلسه هم داره میتابه و خوشحالیم از این ابتکار عملی که دوستان بزرگوار و مسئولین گرانقدر مؤسسه زحمت کشیدن و تهیه کردن. سخن و موضوع راجع به مسئله قدیر خم از نگاه مقام معظم رهبری امام شهید امام خامنه ای است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من یک پیشنهادی اول دارم و بعد وارد بحث میشم. پیشنهاد اولم اینه که شما فضلای بزرگوار پژوهشی انجام بدید و مجموعه سخنان امام شهید را راجع به قدیر جمع آوری کنید و یک تنظیمی بفرمایید و به شکل مقاله‌ای در بیاد تقدیم کنید به مسئول محترم مؤسسه. مجموعه مقالات شما را جمع بندی کنند تنظیم و به عنوان یک مقاله جامع یک کتابچه‌ای در بیاد و در قم و هندوستان منتشر کنید انشاءالله. همچنان عبارات مؤسس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی را اللهم صل علی محمد و آل محمد راجع به قدیر اونا را هم جمع آوری کنید و انشاءالله اونا اضافه بشه. نظرات امامین انقلاب، این پیشنهاد اول من از مجموعه سخنانی که امام بزرگوار امام شهید در این زمینه قدیر داشتن، گرچه ارادت من گفتن چجوری؟ گفتم علمای اهل سنت هم بیان شرکت کنن در مجلس قدیر جشن مشترک بگیریم. چه نگاهی کردن، لبخندی زدن تا قدیر نقطه افتراق و اختلاف ما با اوناست. چجوری؟ گفتم اگه اجازه بدید من بیارم. گفتن با تطمیع میخوای بیاری یا با تهدید؟ گفتم نه با تطمیع و نه با تهدید بلکه با تبیین. آها. گفتن میشه؟ گفتم بله. جناب موافق باشه من میارم. گفتن نه تطمیع واقعا نباشه. یه چیزی مثلا بهشون بگی یه چیزی میدم بهتون میاریم، جایزه میدیم، هدیه میدیم. گفتم نه. تهدیدم نباشه اگه کسی نیاد نمرش کم میشه بعداً حج نمیاری. گفتم نه. تبیین درست. گفتن اگه اینه اشکال نداره. یه تبیین عالمانه مانه. رفتم 80 عالم سنی را، روحانیون کاروان ها بودن، جمع کردم. نصفشون حنفی، نصفشون شافعی. جمعشون کردم 2 روز قبل از قدیر. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. ما شیعیان و اهل سنت هر دو برادر اسلامی، برادران دینی هستیم. در بسیاری از مسائل مشترکیم. حدود 80%، 90%، 95% با اختلاف آرایی که وجود داره مشترکیم. در بعضی از مسائل هم اختلاف داریم. طبیعیه دیگه. در بعضی از مسائل فقهی اختلاف داریم، بعضی از مسائل عقیدتی تاریخی اختلاف نظر هم داریم. گفتن بله. اینکه چند درصد مشترکات داریم اختلاف نظره. من یادم بد نیست بدونید من در مصر چند سالی که بعضی از بزرگواران میدونید من چند سال مصر زندگی کردم به عنوان رایزن فرنگی جمهوری اسلامی ایران. شیخ الازهر خدا رحمت کنه آقای دکتر طنطاوی بود. یه روز توی جلسه ازش پرسیدن مشترکات، کمل مشترکات بین شیعه و سنت. گفت علی رأی 90% من المشترکات. یعنی چقدر؟ چقدر؟ 90%. آقای دکتر طنطاوی شیخ الازهر. مفتی مصر اونجا حاضر بود آقای دکتر علی جمعه. از ایشون پرسیدن علی رأی که کمل مشترکات بین شیعه و سنت. گفت علی رأی 95% من المشترکات. چقدر؟ 90%. این نظر دو عالم سنت. این که چند درصده خب یه بحث علمی خودشو داره، وارد نمیشه، فقط خواستم یه اشاره بکنم. اونجا بین علمای اهل سنت گفتن به هر حال مشترکات زیادی داریم. یک، اختلافاتی هم داریم اندک. دو، یه دسته سوم هم داریم. اون دسته سوم چیه؟ گفتم اختلافات توهمی و خیالی.
گفتن یعنی چی؟ یعنی گفتم واقعا با هم مشترکیم اما خیال میکنیم با هم اختلاف داریم. گفتن داریم. گفتم بله این دسته سومه. گفتن مثلا چند تا مثال براتون میزنم. یک، اول از خودمون مثال زدن. گفتن شهادت ثالثه رو اشهد ان علی ولی الله رو ما تو اذان اقامه میگیم. گفتم بله. گفتن شما نمیگید، جز نمیدونید، ما داریم میگیم. گفتم بله. گفتم ما هم از شهادت ثالثه رو جز اذان اقامه نمیدونیم ولی میگیم. ما هم نمیدونیم، شما هم نمیدونید. در مذهب دوتا مشترکیم. جامعه خیال میکنه با هم فرق داریم. ما مراجع ما میگن بگید، ولی چجوری بگید؟ رجاءً. رجاءً جز نمیدونیم، رجاءً میگیم. پس مذهب یکیه، جز نمیدانیم. خب خوشحال شدن که اول از خودمون گفتم یکی از رموز تاثیرگذاری و مقبولیت باید اول آدم یه نمونه از خودش مثال بزنه، آماده بشه. من دو سه تا مسئله دیگه هم زدم که دیگه وارد نمیشم الان برامون. یکی مسئله یکی دیگه هم بگم. گفتم این مسئله دیگه مسئله جمع بین الصلاتینه. ما شیعیان جمع میخونیم ظهرین و عشاءین رو، شما تفریق میخونید. خیال میکنن سنی‌ها که ما جمع رو واجب میدونیم، و حالی که نه، جمع در فقه شیعه جایز است نه واجب. تفریق جایزه. آره تفریق جایزه، بلکه بعضی فتوا میدن به اینکه تفریق افضل، بهتره. پس ما هم تفریق رو جایز میدونیم، شما هم همین تفریق، اما به ظاهر با چون از این جواز استفاده میکنیم، شیعیان و اهل سنت خیال میکنن که جمع بین صلات ظهر است واجب میدونیم ما. این اختلاف توهمیه. گفتن آره خب نکته جالبیه. گفتم عکس قصص هم همینه. شما مهر نمیذارید، ما مهر میذاریم. اهل سنت خیال میکنن اگه مهر بذارن باطله، وانی که مهر گذاشتن مهر خاک، سجده بر خاک از نظر مذاهب اربعه باطله یا جایز؟ گفتن جایز. گفتم علاوه بر اینکه جایزه، افضل از پارچه است یا افضل نیست؟ گفتن افضله. گفتم ما هم سجده بر خاک و افضل میدونیم، شما هم افضل میدونید. منتها خدا نکنه یه مولوی مهر بذاره بر افضل بخواد عمل کنه، متهمش میکنه که تو شیعه شدی. درسته؟ گفتن بله آجا، ما میترسیم، از عوام میترسیم. آفرین. ببین پس فقه یکیه. دوم، عرض کنم خدمتون، تکتف، دست بستن الان تو فقه اهل سنت عوام خیال میکنن این واجبه، بدون تکتف نماز باطله، و حالی که در فقه 4 مذهب تکتف واجب نیست. چیه؟ سنت مستحب مؤکده. سنت یعنی مستحب مؤکد. کسی که مستحب انجام نده که نمازش باطل نیست. گفتم از شما مولوی ها میپرسم، اگر یه سنی تکتف نداشته باشه، دستاشو باز بکنه، نمازش باطل یا صحیح؟ همه گفتن صحیح. گفتم خدا نکنه یه مولوی اینجوری بخونه یا میگن باطل یا میگن شیعه شدی. فقه هر دو میگن این نماز صحیحه. گفتم خب قبول. گفتم بارک. ببین توهمی شد. عرض کنم 3-4 تا مسئله دیگه هم زدم که حالا وارد نمیشم. مسئله یه وضو گرفتن رو گفتم ما وقتی وضو میگیریم از آرن شروع میکنیم، شما از بفرمایید انگشتان شروع میکنید. گفتن بله. گفتم الان اهل سنت چی خیال میکنن که شما واجب میدونید و باید از انگشتان باشه، و حالی که در فقه 4 مذهب شروع از انگشتان سنت نه واجب، یعنی مستحب مؤکده طبق 4 مذهب. اگر از اینجا وضو بگیریم از آرنج، گفتم از شما میپرسم صحیحه یا باطل؟ همه گفتن صحیح. شروع از آرنج. گفتم خدا نکنه یه مولوی از آرنج وضو بگیره میگن باطل یا شیعه شدی. اینا توهمیه. گفتم اینا رو قبول داری؟ گفتن بله. گفتم ببینید چقدر توهمات داری. گفتن خب
گفتم یکی از اختلافات توهمی چیه؟ قدیره. قدیر از اختلافات توهمی مشترکه. گفتن آقا قدیر اصل اختلافمونه. گفتم نه. گفتن چجوری؟ گفتم گوش کنید. قدیر یه حادثه‌ای بوده در تاریخ اسلام اتفاق افتاد. گفتن بله. گفتم دقت کنید چه دارم میگم. قدیر را اگر تحلیل کنیم گزاره ها به چند گزاره و به چند جمله، کل جریان قدیر رو تبدیل به چند جمله بکنیم 10 جمله میشه در بیاد. 10 گزاره، 10 جمله، 10 قضیه در بیاد ازش. در این 10 تا 9 تاشو مشترکی. یه دونه اختلاف داریم. مشترکات خیلی زیاده. 9 تا جملهش مشترکی، یکیش اختلاف نظر داریم. گفتن چجوری؟ گفتم بنویسید. گفتم بنویسید. شروع کردن نوشتن. گفتم 10 تا رو براتون میشمارم. 1. اصل حادثه قدیر یک واقعیت تاریخی بوده، یعنی پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سفر حج حجة الوداع هم انجام دادن، اومدن توی قدیر خم، اونجا هم اصحاب رو جمع کردن، همه رو یه سخنرانی هم کردن، خطبه قدیر هم خوندن. این حادثه بوده یا نبوده؟ خب این که بوده. یک اینه که مشترکیم. نه تنها مشترکیم، سهم محدثان اهل سنت در نقل حادثه قدیر بیش از سهم محدثان شیعه است. مثلا حدیث شما نقل کردید، قدیر رو شما نقل کردید، سهم شما بیشتر، ما کم نوشتیم، کتاب شما بیشتره، مثلا قدیر مال شماست آقا. گفتم خب این یک قبول. گفتم ببینید پس اصل یک. 2. گزاره دوم، پیغمبر اکرم در جریان در اون خطبه قدیر جمله ای را فرمودن من کنت مولا، بفرمایید علیون مولا. فرمودن یا نفرمودن؟ گفتن بله. ببینید مشترکیم که این شد 2 تا. گفتم خب. گفتم 3، برای که معلوم باشه علی کیه، دست علی ابن ابی طالب رو گرفتن بردن بالا نشون دادن، گفتن فهازا علیون مولا. قبوله یا اینو قبول نداری؟ گفتن نه اینم مسلمه. گفتم این 3 تا مشترک داریم، این 3 تا اینجا شما قبوله؟ گفتن بله. گفتم 4، گزاره 4، این که علی ابن ابی طالب رو ولایت بهش دادن، این ولایت یک منصب ممتاز بود، یه امتیاز بود، یه مدال بود بهش دادن، یه چیز عمومی نبود. یعنی اینو به علی ابن ابی طالب داد، نه به همه. این مدال خاص افتخاری بود برای علی. آیا مدال خاص بوده یا نه؟ هیچی نبود، الکی بود. گفتن نه خب یه امتیاز بود. گفتم این 4، پس یه مدال شد. 5، این مدال ولایت را که به علی داد پیغمبر از جانب شخص خودش نبود، بلکه به امر الهی بوده. پس اعطاء ولایت علی به عنوان مولا، این منصب مولا به امر خدا بوده یا اینکه از جانب تشخیص خود حضرت گفتشون پسر عموی منو پیغمبر مثلا داماد منه؟ گفتم نه، اینکه این هو الا وحی یوحی و ما ینطق عن الهوی. گفتم پس این 5، پس مولا بودن علی مولا شد، این ولایت و مولا بودن علی منصبی الهی بوده. قبول دارید؟ گفتن بله تا اینجا قبوله. گفتم شد 5 تا. درسته؟ گفتم بله. گفتم 6، عرض کنم خدمتتون وقتی این مدال رو دادن، از این انتصاب به ولایت هم خدا خوشحال شد، هم پیغمبر خوشحال بود، هم علی خوشحال شد، هم کل صحابه پیغمبر خوشحال شدن. گفتم خوشحال شدن صحابه یا ناراحت شدن؟ گفتن آقا خوشحال شدن. گفتم همهشون خوشحال شدن؟ گفتن بله. احسن، خیلی عالیه. پس همه خوشحال شدن، خدا و پیغمبر و صحابه؟ گفتن بله. گفتم اینم 6. 7، بعد از اینکه منصب ولایت شد
تبریک گفتن به علی ابن ابی طالب صحابه، بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این تبریک رو گفتن یا تبریک نگفتن؟ گفتن نه، تبریک رو گفتن. گفتن اینم هفتم، پس تبریک گفتن و دست دادن، مصافحه کردن. گفتن بله. گفتم اینم هفت، تا اینجا قبوله یا نه؟ گفتن نه، تا اینجا قبوله. هشتم گفتم جشن گرفتند، سرود خوندن، شعر سرودن. کی شعر سرود؟ کی؟ زید بن ثابت شعر سرود. اجازه گرفت، یا رسول الله اجازه میدید من شعر بسرایم؟ فرمودن بله. شعر رو شروع کرد سرود، همونجا شعر رو سرود و شروع کرد خواندن. سرودخوانی شروع شد اونجا، جشن گرفتن. سرودخوانی یعنی جشن. گفتم بله. گفتم شعرش هم که بعضیاتون حفظید؟ گفتم بله. شما بعضیاتون حفظید شعر رو؟ اولیش هم خط اولش رو چیه؟ کی بلده؟ اولش چیه؟ اول شعر زید بن ثابت چیه؟ چون آقا میخواد اینجا نشستمان جایزه بدن. اول شعر خدا بیت اولش هم کسی حفظ نیست. ینادیهم یوم القدیر نبیهم به خب من کی میخواد؟ جایزه داره ها. سرچ میکنم. سرچ ما رو کنم. نصف جایزه رو بدین گوگل. دوستان تصمیم میگیرن این شعر رو حفظ کنن، چون شعری بوده که به دستور پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد سروده شد. این شعر حدود 7-8 بیته، همه تون میتونید حفظ کنید و مستندش هم نگاه کنید تو کتب اهل سنت، تو از کتب اهل سنت سند جایی خوندید بگید آقا از فلان کتاب دارم میخونم. در 7-10 کتاب معتبر اهل سنت این هست. گفتم خب این سرودم خونده شد، جشن گرفتن؟ گفتن بله. گفتم بسیار خوب، پس صحابه جشن گرفتن انتصاب علی ابن ابی طالب را به عنوان مولا و ولایت علی. گفتن بله، تا اینجا قبول داریم. گفتم این 8. 9 آیا صحابه کار خوبی انجام دادن و قابلیت تقلید داره؟ ما هم هر کاری صحابه انجام دادن انجام بدیم یا نباید کاری صحابه انجام دادن ما نباید انجام بدیم؟ گفتن نه، اون که اصلا کارهای صحابه انجام دادن اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم. گفتم خب پس کاری که صحابه انجام دادن کار خوبی ما انجام بدیم ثواب داره؟ گفتن بله. گفتم صحابه جشن گرفتن و تبریک گفتن، ما هم روز قدیر خب جشن بگیریم و تبریک بگیم، پس میشه دارای ثواب. گفتم خب بله. گفتم این 9 تا اینجاش قبوله؟ گفتم تا اینجاش قبول. گفتم 10 اختلاف نظر داریم، اینه که مولا من کنت مولا فهذا علی مولا، در کلمه در معنای مولا اختلاف نظر داریم. شما میگید مولا یعنی دوست، ما میگیم مولا یعنی امام، پیشوا، زمامدار. درسته؟ گفتن بله. گفتم این 10 رو اختلاف نظر داریم، این 10 رو کنار بذاریم، تو جشن قدیر مطرحش نکنیم، کار علمی انجام بگیره. شما کتابا رو بخونید، ما هرچی کتاب نوشتیم شما بخونید، شما کتاب نوشتید ما میخونیم. از نظر علمی هر کسی دنبال مطالعات علمی و دانش افزایی بره و هر نتیجه رسید همون رو عمل کنه. اینو تو جشن قدیر مطرح نکنیم که اختلاف نشه. هر چی ما نوشتیم شما بخونید، هر چی شما نوشتیم ما بخونیم، علممون زیاد بشه. این مربوط به اینه که هر کسی تشخیص بده. ولی ما 10 رو میذاریم کنار، اختلاف نظر جداگانه، هر کسی برای خودش محترم، ولی حداقل جشن قدیر رو میشه جشن مشترک بگیریم. گفتن جشن چی اسمشو بذاریم؟ گفتیم بذاریم جشن ولایت علی ابن ابی طالب. هر کسی هم نیت خودشو بکنه. شما ولایت یعنی محبت، عشق ورزی کنید به علی ابن ابی طالب، فضائل حضرت علی رو بگید. ما هم جشن ولایت میگیریم، ما هم معنای خودمون رو مطرح میکنیم. جشن مشترک، جشن ولایت علی ابن ابی طالب. خوبه؟ گفتن این تا اینجا گفتم همین رو با هم مشترک
همون کاری که صحابه انجام دادن همون انجام میدیم. گفتن تا اینجاش اگه قانع باشید ما حرفی نداریم. گفتم نه، برای جشن مشترک تا اینجا رو قانعیم. بحث این که آیا معنای خلافت داره یا محبت داره بحث علمی جداگانه است. اون کار علمی عالمانه جداگانه باید انجام بدیم، تبدیل به دعواش نکنیم. گفتن قبول. گفتم حاضرید اینجور جشن مشترک؟ گفتن این اندازه رو بله، تا اینجا 9 تا رو قبول داریم. گفتم پس فردا روز قدیر خمه، جشن قدیر خم داره علمای شیعه برگزار میکنن، شما بیاید اونجا جشن مشترک، شما حرفای خودتون رو بزنید، راجع به محبت علی ابن ابی طالب بگید، فضائل رو بگید. گفتن قبوله. گفتم خب آمادگی دارید؟ گفتن بله. گفتم این سخنران هم نماینده خودتون سخنرانی کنه؟ گفتن خوبه. گفتم شما از نظر مذهبی دو گروهید، نصف حنفی هستید نصف شافعی؟ گفتن بله. گفتم یه نفر به عنوان نماینده علمای حنفی سخنرانی کنه، یه نفر به عنوان نماینده علمای شافعی. گفتن خب قبول. گفتم یه پیشنهاد دیگه هم دارم، اون نماینده‌ای که انتخاب میکنید عرض کنم سید باشه، از نسل علی ابن ابی طالب باشه. چون تو اهل سنت سید زیاد داریم. بعد نیست بهتون بگم اکثر سیدای عالم اسلام اهل سنت هستند. سیدای سنی چند برابر سادات شیعه هستند. شجرنامه دارن به علی ابن ابی طالب. شنیدی دیگه، تو هندم شنیدی دیگه. ما میشد گفتم سید انتخاب کنید. گفتن باشه. از جمع خودشون صحبت کردن، مولوی ها حنفی ها انتخاب کردن. آقای مولوی دقیق دارن میگم، سند دارن بهتون، آقای مولوی عبدالرحمن سربازی اهل امام جمعه شابهار رو انتخاب کردن. شجرنامه به حسین ابن علی علیه السلام داره. گفتن ایشون نماینده ما. گفتم آفرین. شافعی ها هم از بین خودشون آقای امام استاد سید محمد شیخ الاسلام رو انتخاب کردن که شهید شد بعداً. اینم شجرنامه داشت، 2 تا شجرنامه داشت، از طریق پدر حسنی، از طریق مادر حسینی. خانمش هم سید است. اون انتخاب 2 تا سید انتخاب شدن، 2 تا عالم سنی سید انتخاب شدن. روز قدیر خم شد و جشن در بعثه مقام اعظم رهبری برگزار شد. علمای شیعه مردم همه اومدن. ما هم 80 عالم اهل سنت وارد شدن. حالا بفرمایید. منم رفتم پشت میکروفون معرفی کردم. به شیعیان گفتم وحشت نکنید چی شده، دعوا نمیشه، نه جشن مشترکه. بعد معرفی کردم این 2 نفر آمدن، شروع کردن صحبت کردن. بسیار عالی. آقای امام استاد سید محمد شیخ الاسلام خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار که داعشی هایشون رو به شهادت رسوندن، به جرم حمایت از اهل بیت و ولایت فقیه به شهادت رسوندن. آقای سید محمد شیخ الاسلام گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من این جشن عید سعید قدیر خم رو به همه شما امت اسلامی شیعه و سنی تبریک عرض میکنم و این جشن ولایت علی ابن ابی طالبه. ما هم معتقدیم فقط فضائل علی ابن ابی طالب رو بشمارم مگر میشه، ولی مگر میشه فضائل ایشون رو شمرد؟ کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که ترک کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اما فضائل ایشون رو باید بگیم. امام علی نیازی به فضائل شمردن ما ندارد، نیازی به ما نداره. ما نیازمندیم که فضائل حضرت رو بشماریم تا در لیست خریداران یوسف قرار بگیریم. ما باید به اون ثواب برسیم. لذا شروع میکنم گفتن. شروع کرد فضائل علی ابن ابی طالب، احادیث نبوی در فضائل علی رو شروع کرد گفتن. گفت در پایانم گفت من 2 شعر از عالم بزرگ سنیمون بخونم، عالم کرد سنی که امام حسن و امام حسین را شفیع در خانه خدا قرار داد و گفت یا رب به کمالات رسول ثقلین، یا رب غزا کننده بدر و حنین، اسیان مرا 2 بخش کن در عرصات، نیمی به حسن بخش و نیمی به حسین. گفت و اشکش جراش سازی شد، دیگه نتونه صحبت کنه و اشک گرفت از مردم در محبت علی ابن ابی طالب و حسنین علیهم السلام. این جشن قدیر خم مشترک ما گرفتیم. یه صلوات بفرستید. این مطلب اول من، میگن وقت تمام شد. من مطلب دوم رو اشاره کنم، نمیدونم بگم یا نگم.
خب همینجا من یه نتیجه از مطلب اولم بگیرم. دوستان عزیز، ما شیعیان، روحانیون شیعه باید قدیر را محور مشترک با اهل سنت قرار بدیم. این به هنر شما. من هنر رو اینجوری تبیین کردم، شما ممکنه همینجور یا بهتر تبیین کنید، به گونه‌ای تبیین کنید که جامعه اهل سنت همه اقبال نشون بدن و از قدیر استقبال کنن. این هنر شماست. هنر شماست. وقتی نزدیک شدن بعداً میشه کتاب القدیر رو بهش معرفی کرد و کتاب‌های دیگر رو بره بخونه و اثر خودش رو هر چقدر متوجه شد استفاده بکنه. در گام اول مشترکات اشتباه هست و بی‌هنری یک مبلغ که همون اول یه سنی میبینه یا توی جمع اهل سنت میبینه، همون اول یه نیشی بهش. یک، معنای اول ولایت یعنی محبت. اگر بگیم امت اسلامی باید ولایت علی و ائمه رو داشته باشن، یعنی باید همه محبت ائمه رو باید داشته باشن. چرا؟ هل الدین الا الحب؟ هل الدین الا الحب؟ حب مبدأ ولایت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت زیاد تبعیت آفرین است. محبت زیاد رمزی اینه که میگیم دین محبت اصلش مال اینه. محبت زیاد تبعیت آفرینه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، نتیجهش هم باز محبت میاد، یحببکم الله. این یک. حب علی عباده، حب علی حسنه لا تضر معه سیئه. محبت. خیلی بحث به این قصه داریم. یکی از معانی ولایت، یکی از جلوه های ولایت محبته. در حدیث در خطبه قدیرم یکی از بخش های سخن پیغمبر محبته بوده. اللهم والی من والا و عاد من عادا. والی یعنی چی؟ اللهم والی من والا یعنی چی؟ دوست بدار هر که علی رو دوست داری. به قرینه عاد من عادا. محبت یکی از جلوه های ولایت. ولایت یه جلوه یعنی محبت. چه کنیم ما محبت علی علیه السلام و 12 امام رو در جامعه اهل سنت ترویج کنیم؟ راهکارهای متعددی داره، میذارم برای فرصتی بعد. یه معنای دوم ولایت تکوینی است. ما معتقدیم 12 امام علیهم السلام اولیاء الهی هستند، وسائط فیضند. بکم بدأ الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و بکم یکشف الضر. و معتقدیم ائمه اهل البیت وسائط فیضن، ولایت تکوینی دارن. این دو. برخی از علمای اهل سنت راجع به ولایت تکوینی ائمه کتاب دارند و نوشتن، مثل از علمای پاکستان آقای طاهر القادری نوشته، ولایت تکوینی رو نوشته. درباره اون محبت که خیلی کتاب نوشتن و اولیه. این دوم ولایت تکوینی، حرف زیاد داریم تو این زمینه. آیا ائمه اهل البیت می توانند به نگاه به طبق مبانی اهل سنت حاجت بدند یا نه؟ آیا اهل سنت بعضیاشون زیارت ائمه اهل البیت میروند، زیارت مراقد ائمه اهل البیت، یا نمیروند؟ ازشون بهشون متوسل میشوند یا نمیشوند؟ این بخش دومه، ولایت تکوینی. خیلی زمینه داره این بخش دوم. سوم، معنای سوم ولایت مرجعیت علمی ائمه اهل البیت است. مرجعیت علمی دینی،
یعنی علم دین را باید از ائمه گرفت. چرا؟ به دلایل گوناگون. بحث مفصلی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی تاکید داشتن، فرمودن عزیزان علمای شیعه با اهل سنت بحث میکنید، به جای مسئله خلافت رو مرجعیت علمی دینی بحث کنید. چرا؟ چون زودتر میپذیرند و کار بنیادی است. بحث مفصلی تو این زمینه دارم. چند تا پایان نامه هم در المصطفى دفاع شده به نام مرجعیت علمی ائمه اهل بیت. اون پایان نامه ها رو پیدا کنید و بخونید. این سه خیلی حرف داریم تو مرجعیت علمی، بنیادی است. چهارم مسئله حاکمیت سیاسی است. ولایت یعنی زمامداری، یعنی حکومت، یعنی خلافت. یعنی بعد از رحلت خاتم انبیا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، زمامداری امت و حکومت اسلامی در اختیار علی ابن ابی طالب. همین بحثی که الان وجود داره، تا وقتی هر امام معصوم باشد کسی دیگری حق زمامداری و حاکمیت ندارد. دلایلی داریم. میشه معنای چهارم. بخشی از خطبه قدیر مربوط به این چهارم است. الستو اولا بکم من انفسکم قالوا بلا یا رسول الله قال من کنت مولا و علی مولا. این معنای چهارمی است. حاکمیت و زمامداری سیاسی. بحث داریم، مطالب فراوانی داریم، میذاریم فتوا. این چهار معنای ولایت. معنای پنجم ولایت امامت است. امامت. کسی ولایت علی بن ابی طالب را و ائمه را کامل میپذیرد که معتقد شود به امامت الهیه ائمه، به این معنا که خداوند منصب امامت را به علی علیه السلام داده. چرا؟ چون ما امامت را به انتخاب مردم نمیدانیم، جعل الهی است. امامت جعل الهی است، نه انتخاب مردم. چرا؟ انی جاعلک للناس اماما. جاعلک، جعل، نه اینکه مردم تو رو انتخاب میکنه به عنوان امام. و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا. جعلناهم ائمة یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. کسانی که ائمه ما رو خدا منصوب میکنیم اینجوریه. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این معنای پنجمه که به معنای امامته. فقط اسماشو گفتم، شرحشو میذاریم برای فرصتی. اگه تو این چند روز آینده فرصتی شد و من توفیق تجمع داشته باشید، این 5 تا رو براتون باز میکنم. عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم از منظرتون. انشالله امیدواریم که خداوند انشالله توفیق بده و بتوانید قدیر را به توصیه امام شهید معیار وحدت با اهل سنت توی هند قرار بدید. من سفرهای هندی که اومدم دیدن مولویای اهل سنت زیاد رفتم، جلسات باهاشون داشتم، خیلی عالی، خیلی عالی، اقبال زیاد نشون دادن. شهرهای مختلف و ایالت‌های مختلف رفتم. انشالله که امیدوارم شما موفق بشید تمام اهل سنت رو جذب کنید به برکت صلوات بر محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از بیانات بسیار شیرین و مفید استاد. من احساس کنم دوستان جا خیلی رضایت دارن از صحبت‌های شما. انشاءالله این رضایتتون رو الان اعلام میکنید با ذکر یک صلوات برای سلامتی و طول عمر و موفقیت بیشتر استاد. جلسه است، ولی خب از اونجایی خواستیم از بیانات اساتید استفاده کنیم، متاسفانه نشده از برنامه دوستان استفاده کنیم. لذا برادران قرار بود برنامه اجرا کنه، ارائه مقاله یا شعرخوانی داشته باشن، ما در واقع محروم شدیم. حالا برادر بزرگوار ان به نیابت از همه شما ارائه برنامه خواهند داشت، استفاده کنیم. بفرمایید. صلوات بر محمد و آل محمد.
40 روزہ جنگ نے ثابت یہ کر دیا، 40 روزہ جنگ نے ثابت یہ کر دیا، ایران پہ امام رضا کا کرم تو ہے۔ 40 روزہ جنگ نے ثابت یہ کر دیا، ایران ہے مجتبیٰ تمہارے کلیجے میں دم تو ہے، نہیں سکتا مٹانے سے نصاب انقلاب، مٹ نہیں سکتا مٹانے سے نصاب انقلاب، خون سے تحریر ہوتی ہے کتاب انقلاب، نہیں سکتا مٹانے سے نصاب انقلاب، خون سے تحریر ہوتی ہے کتاب انقلاب، ظلم کے مد مقابل بولتے ہیں ہر گھڑی، ظلم کے مد مقابل بولتے ہیں ہر گھڑی، زیب رہبر کو ہی دیتا ہے خطاب انقلاب، ظلم کے مد مقابل بولتے ہیں ہر گھڑی، زیب رہبر کو ہی دیتا ہے خطاب انقلاب۔ چار مصرے اور دیکھیں، جس کے مقصد سے محمد کا ہدف ملتا ہے، جس کے مقصد سے محمد کا ہدف ملتا ہے، اس کی قسمت کو درے شاہ نجف ملتا ہے۔ فخر ہے رہبر ایران تیرے جذبے پر، خاص لوگوں کو شہادت کا شرف ملتا ہے۔ فخر ہے رہبر ایران تیرے جذبے پر، خاص لوگوں کو شہادت کا شرف ملتا ہے۔ جلوہ نور خدا، فضل الہی، عالم قدرت و علم الہی کی گواہی، عالم علم کی فوج کا بے مثل سپاہی، عالم خیمہ ظلم میں لاتا ہے تباہی، عالم خیمہ ظلم میں لاتا ہے تباہی، عالم علم و عرفان کی معراج یہی ہوتا ہے، علم و عرفان کی معراج یہی ہوتا ہے۔ گہ خمینی تو کوئی خامنئی ہوتا ہے، گہ خمینی تو کوئی خامنئی ہوتا ہے۔ علم انسان کا معیار بنا دیتا ہے، علم انسان کا کردار بنا دیتا ہے، علم ہی صاحب اسرار بنا دیتا ہے، علم انسان کو خوددار بنا دیتا ہے، علم انسان کو خوددار بنا دیتا ہے۔ سب کی قسمت میں نہیں شیخ کلینی ہو جائے، سب کی قسمت میں نہیں شیخ کلینی ہو جائے، علم جب روم میں آئے تو خمینی ہو جائے، سب کی قسمت میں نہیں شیخ کلینی ہو جائے، علم جب روم، سب کی قسمت میں نہیں شیخ کلینی ہو جائے، علم جب روم میں آئے تو خمینی ہو جائے، علم جب روم میں آئے تو خمینی ہو جائے۔ اپنی امت پہ رکھے کیوں نہ ولایت عالم، اپنی امت پہ رکھے کیوں نہ ولایت عالم، دوش پہ رکھتا ہے نبیوں کی رسالت، عالم صرف معبود کی کرتا ہے عبادت، عالم کر نہیں سکتا ہے طاغوت کی بیعت، کر نہیں سکتا ہے طاغوت کی بیعت، عالم ارے کر نہیں سکتا ہے طاغوت کی بیعت، عالم عالم علم خدا اپنا ہدف پاتا ہے، عالم علم خدا اپنا ہدف پاتا ہے، نفس پاکیزہ شہادت کا شرف پاتا ہے، عالم علم خدا اپنا ہدف پاتا ہے، نفس پاکیزہ شہادت کا پاکیزہ شہادت کا شرف پاتا ہے۔ غدیر میں ختم کرتے ہیں ملک، علم انسان کو بے مول شرف دیتا ہے، علم انسان کو بے مول شرف دیتا ہے، علم انسان کو جینے کا ہدف دیتا ہے، علم انسان کو حکمت کا شگف دیتا ہے، علم دنیا کو شہنشاہ نجف دیتا ہے، علم دنیا کو شہنشاہ نجف دیتا ہے۔ ارے عاشق علم و عمل ہوتا ہے جابر ہونا، علم کی آخری معراج ہے باقر ہونا، علم کی آخری معراج ہے باقر ہونا۔ رہبر دین خدا حضرت باقر کو سلام،
منبع علم و ہنر دین کے ماہر کو سلام، روح پرفیض علی طیب و طاہر کو سلام، مانیے وحی خدا باطن و ظاہر کو سلام۔ سب کے ہونٹوں پہ فقط ایک ترانہ ہوگا، آپ کے علم کا مقروض زمانہ۔ غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده است همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مدح گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 علی